امروز برای اولین بار میخوام بخشی از خدمات جمهوری اسلامی رو بشمارم و این شاید برای شما خیلی عجیب باشه، اما به نظرم با هم گوش بدیم. وزارت مسکن جمهوری اسلامی در لبنان و فلسطین شهرک‌های متعدد ساخته. شهرداری تهران در نجف تعداد بیشماری نخل کاشته. وزارت صنایع در کربلا پتروشیمی ساخته. با پول ایران در نجف بیمارستان 2000 تخت خوابی و بزرگترین هتل خاورمیانه ساخته شده. در کربلا بیمارستان فوق تخصصی جمهوری اسلامی ساخته و به دولت عراق هدیه کرده. ساخت کارخانه سیمان در نجف برای خودکفایی عراقی ها. مردم فلسطین، بخشی از مردم فلسطین و جنوب لبنان زیر پوشش تامین اجتماعی ایران قرار گرفتن با حقوق ماهیانه و مدیرعامل سازمان فضای سبز ایران متحد شده فضای سبز شهر نجف رو کامل کنه. چرا اینقدر ما نسبت به جمهوری اسلامی بی‌انصافی؟